سر رو بده پایین. من اینجا باید چی کار کنم؟ ببین زور اضافه نباید بزنیم، بیشترین فشاری که هستش تو این قسمت، یعنی احتمال داره یه آسیب نخایی یا حتی گردنتون هم بشکنه. بعد جلوشو بگیریم. سر موقع که میده پایین همین فرم بده پایین قشنگ. من با این دستم میذارم رو پیشونی یا حتی به این فرم، به واسطه زور دستم گردنمو میدم بالا. موقع که دادم بالا حالا زور میزنم آزاد میکنم. چطوری آزادش میکنم؟ هم زور به واسطه اینکه آرنجامو نزدیک بدنم میکنم، هم یک مقدار نشست. یه بار دیگه از اول بریم فشار بده سر پایین. الان من گردنم تحت فشاره، با این میدم بالا، دارم فشار میدم آرنج نزدیک بدنم میکنم، یه نشست من پیدا میکنم. حالا از اینجا میتونم سمت صورت